کنسرت جدید و غیر قابل باور آریانا سعید در قلب عربستان. آریانا سعید بالاخره در عربستان کنسرت برگزار خواهد کرد. دلیل برگزاری این کنسرت آریانا سعید چی بوده است؟ گفتنی های تازه اسیب سعید درباره برگزاری این کنسرت و درآمد عجیب آریانا سعید از کنسرتش در عربستان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، هنرمند بی‌بدیل، ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، علاقمندان و دوزاران خاص خودش را دارد. آریانا سعید عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش میبرد. دوزاران و طرفداران آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است. وی از سال 2008 بدین طرف و طور مسلکی به هنر موسیقیش پرداخته است. کنسرت‌های در سرتاسر جهان برگزار می‌کند و از درآمد خوبی هم از جریان برگزاری کنسرت‌هایش دارد. اولین هنرمند افغانستان است که کنسرت‌هایش به سطح بین‌الملل برگزار می‌شود. آریانا سعید با اسیب سعید مدیر برنامه‌های کاریش نامزد شده است. محفل نامزدی با شکوهی در کابل برگزار کردند، اما تا کنون محفل عروسی برگزار نکردند. اما این دو یک جا زندگی دارند. تازه تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی دست به دست می شود که آریانا سعید قرار است در عربستان کنسرت برگزار کند و این کنسرت آریانا سعید به درخواست پولدارترین مردان افغان در عربستان بوده است. آریانا در جریان برگزاری کنسرتش در کشور ترکیه است. من آرزوی خوشبختی و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان دیگر از بارگاه عزت الله تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از بانو آریانا سعید خواهیم بود. دوزاران و همراهان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوزاران و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.